کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در نتیجه بارشات باران‌های پی در پی سنه 11 می سال 2021 در یک قطار ناحیه‌های ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز سیل‌های خراب‌آور آمد که به هلاکت آدمان، ویرانشوی منزل استقامتی و شستشوی راه‌های اتومبیلگرد آورده رسانید. موافق معلومات پیشکی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در ناحیه شمس‌الدین شاهین 3 نفر شهروندان که در داخل اتوماشین سبکرو قرار داشتند به هلاکت رسیدند. در شهر کولاب 3 نفر شهروندان فوت دیدند، از اینا 2 نفر در داخل اتوماشین بودند و 1 نفر دیگر در داخل مجرای سیلابه دریافت کرده شد. در ایسار نیز 1 شهروند هنگام نگهبانی چاروا بر اثر اومدن سیلابه به هلاکت رسیده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت نیز خبر داد که بر اثر سیل و بارشات اخیر متاسفانه تلفات جانی نیز به قید گرفته شده است. بنا به این منبع طبق معلومات پیشکی در شهر کولاب، ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و مومن‌آباد ولایت ختلان بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل منزل‌های استقامتی، خطای برق و راه و کوپرک‌ها ضرر دیدند. روز 11 می در اکثر مناطق مرکز و جنوب تاجیکستان باران شدید بارید که سیل‌های خراب‌آور در پی داشت. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده هشدار داده است که بارشات شدید می‌تواند تا 14 می دوام کند. با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، یک کمیسیه ویژه عاید به ارزیابی حجم ضرر و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی اخیر تأسیس داده شده است. با دستور امام علی رحمان، سروزیر قاهر رسولزاده، همچنین وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف، رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده رستم نظرزاده، رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده به محله از آفت‌های طبیعی ضرر دیده شهر کولاب، ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و مومن‌آباد ولایت ختلان سفربر گردیدند. قاهر رسولزاده روز 11 می از موضع‌های بر اثر آفت‌های طبیعی ضرر دیده ناحیه عبدالرحمن جامی و یاوان ولایت ختلان نیز بازدید کرده است. روز 6 می بر اثر بارشات سیل در دهه نوآباد ناحیه جامی یک مساحت بزرگ زمین چوکید و 15 خانه و 100 هکتار زمین نیز زیر خاک فرو رفت.